صدای کانون. سلام، خوش اومدین به صدای کانون. من نسیم معصومی هستم و شما شنونده قسمت 35 صدای کانون هستید. قسمت قبلی صدای کانون فقط چند روز بعد از آتش‌بس بین اسرائیل و جمهوری اسلامی منتشر شد و وضعیت اینترنت طوری بود که ممکن بود خیلی از مخاطبان توی ایران نتونن پادکست رو گوش بدن. الان که این قسمت داره روز جمعه 3 مرداد 1404 منتشر میشه، همچنان وضعیت آتش‌بس و وضعیت اینترنت در ایران مبهمه، مثل خیلی چیزهای دیگه در خیلی مواقع دیگه. امیر پوریا، منتقد فیلم و نویسنده این برنامه، با باز کردن همین موضوع یه خلاصه ای از مطالب این شماره پادکست رو برامون میگه. سلام به مخاطبان پادکست صدای کانون. ما برای این شماره در حقیقت 2 گزینه پیش رو داشتیم. یکی این که باز مثل شماره قبلی به شرایط جنگ، بعد از جنگ و اون چیزی که همچنان برای مردم مطرحه در نسبت با 12 روز جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بپردازیم، و 2 این که یک شماره معمول رو با تاکید بر دستاوردهای اخیر سینمای مستقل پیش ببریم. حقیقتش دلیل این که دومی رو ترجیح دادیم بیشتر این بود که ابهام شرایط کنونی در مورد جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی و احتمال تداومش خیلی زیاده. حتی این انفجارهایی که با ادعای نشت گاز صورت میگیره بین مردم تو شبکه‌های اجتماعی به موضوع شوخی و ابراز تردیدهای جدی بدل شده و واقعیتش اینه که الان پرداختن به این جنگ بیش از هر چیزی در قالب نقل و ثبت خاطرات، نگاه مردم و اون چیزی که تجربه کردن به لحاظ حسی و تو دل زندگیشون مهمه که با طرح یک مسابقه فیلمنامه نویسی از طرف ایفما با بازخوانی بخشای عمده‌ای از فراخوان این مسابقه در انتهای این شماره پادکست بهش خواهیم رسید. ولی الان میخوام اشاره بکنم به این که شاید بهترین جلوه تداوم ایستادگی همین پرداختن به تداوم تولید و موفقیت فیلم‌های مستقل در ایران به طور زیرزمینی و بیرون از ایران در قالب سینما دیاسپوراست که همچنان می‌خوایم بازتاب و معرفی جلوه‌ها و محصولات مختلفش رو دنبال کنیم توی این شماره، از فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی که بعد از نخل طلای فستیوال کن همچنین در سیدنی و یروان یا با تلفظ خودمون در ایران ایروان در ارمنستان حضور و موفقیتش و جوایزش تداوم داشت. فیلم روحت را در دست بگیر و برو، مستندی ساخته سپیده فارسی درباره فاطمه حسونا، یک دختر اهل غزه که از طریق تماس‌های تصویری با مستندساز با خانم فارسی در ارتباط بود و خودش و اعضای خانواده‌اش در حمله‌های اسرائیل کشته شدن. ادامه حضور این فیلم که قبلا در بخش اسید در فستیوال کن حضور داشت، الان در فستیوال کارلووی واری در جمهوری چک، و حتی موفقیت فیلمی مثل بیداد ساخته سهیل بیرقی در همین فستیوال که بدون حجاب اجباری و بدون طی کردن اون مسیر درخواست مجوزهای وزارت ارشاد در ایران ساخته شده بود. اینا فقط چند جلوه از تداوم حضور و حیات و پویایی سینمای مستقل بود که البته توی این شماره روی فیلم‌های دیگری تازه به غیر از اینایی که اسم بردیم متمرکز خواهیم شد. سینمای مستقل پویا و زنده‌ای که چه مسئولان داخلی علیهش حنجره بدرونن چه سکوت کنن همچنان داره تحول ایجاد میکنه و اتفاقا در مسیر خودش داره به دستاوردهای جدیدی میرسه که میتونه در برخی موارد با تصحیح برخی از شاید شتاب زدگی‌های سالهای اول فعالیتش همراه بشه. یکی از فیلم‌های مطرح یک سال اخیر که توی تیف یا همون فستیوال تورنتو پارسال ورلد پریمیرش رو از سر گذروند، فیلم 7 روز ساخته علی صمدی احدی، فیلمساز ایرانی مقیم آلمان بود که اولین حضور آزادانه ویشکا آسایش، بازیگر شناخته شده سینما و اون اوایل کارش تلویزیون ایران
البته بازیگر سینمای سالهای بعد از انقلاب 57 هم هست. یعنی این که میگم حضور آزادانه طبیعتا یعنی بدون حجاب اجباری، بدون احتیاط در انتخاب موضوع و به تمامی مصروف موضوع این فیلم. حالا اینکه این موضوع چیه و ویشکا آسایش نقش چه کسی یا چگونه شخصیتی رو در این فیلم به عهده داره توی معرفی که علی مصلح منتقد و نویسنده سینمایی از این فیلم ارائه میده مشخص میشه. بشنویم. نقد و نظر. فقط 7 روز، اونم فقط برای مانیتور. کار باید به نتیجه برسه یا نه؟ بعدش هم الان خالی کنیم دوباره باید از صفر شروع کنیم. بله مریم خانم، من شما رو میشناسم، میدونم فعال حقوق بشری، فعال حقوق زنانین. مریم خانم، من میدونم که شما برای آزادی تاوان دادین. بعدش هم واقعا فکر نمی‌کنی که وقتش رسیده که به خودت برسی؟ یا حداقل به اون بچه‌ها؟ من فکر میکنم هر کس که کمی با تحولات سیاسی اجتماعی ایران آشنا باشه، نه اینکه لزوماً به شکل جدی حتی تعقیب کنه، با دیدن فیلم 7 روز و کاراکتر اصلیش خود به خود یاد ماجراهای زندگی خانم نرگس محمدی میفته. به هر حال محور اصلی داستان یک شخصیت زنه که سالها زندان بوده، حالا در شروع داستان 1 هفته آزاد میشه به شکل مشروط و اطرافیانش دارن تلاش میکنن متقاعدش بکنن که از این فرصت استفاده کنه و از ایران خارج بشه و اون انگیزه اصلی در واقع 2 فرزندیه که داره و در خارج از ایران هستن و سالهاست اونها رو ندیده. به هر حال این شبیه سازی تا حد زیادی در واقع این سالهای زندگی خانم محمدی رو به یاد میاره و حتی انتخاب‌هایی که در طول فیلم این کاراکتر اصلی با بازی ویشکا آسایش میکنه هم تا حد زیادی شبیه، هرچند که این اتفاق هرگز در واقعیت رخ نداده. در واقع فیلم داره یک موقعیت فرضی رو ایجاد میکنه و خلق میکنه که اگر یک فعال و مبارز سیاسی اجتماعی مثل نرگس محمدی درش قرار بگیره احتمالاً چه کاری میکنه. از این زاویه به هر حال فیلم جالبیه، یعنی برای هر ایرانی که حتی اسم نرگس محمدی رو شنیده باشه یا حتی سایر زنان فعال در حوزه‌های حقوق بشر، مبارزه با اعدام، حقوق زنان و غیره، به هر حال این موقعیت شبیه سازی شده میتونه جذاب باشه. کما اینکه من یک مصاحبه خوندم از کارگردان فیلم که خودش گفته بود که شاید هر تکه‌ای از این کاراکتر رو از یکی از این فعالان در واقع سیاسی اجتماعی که در داخل ایران فعالیت میکنن و با سرکوب و با برخورد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدن استفاده کرده و از این جهت میشه گفتش که در واقع فیلم شرح یک تصمیم یا یک انتخاب برای یک مبارز یا فعال سیاسی اجتماعی که بین اون آرمانهای خودش یا بین مسائل شخصی خودش، مسائل عاطفی خودش که از همه مهمتر ارتباطش با فرزندانه انتخاب بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم موقعیت اصلی که در فیلم تصویر شده بسیار دراماتیکه و این میتونه به خصوص تماشاگران ایرانی رو که میگم تا حدی آشنا هستن با تحولات سیاسی اجتماعی 10-15 سال اخیر تشویق بکنه که فیلم رو ببینن و از طرف دیگه برای کسانی که خارج از ایران هستن و به هر حال ممکنه نرگس محمدی رو به عنوان یک آیکون، به عنوان یک کسی که به هر حال جایزه صلح نوبل برده میشناسن، برای اونها هم میتونه جالب باشه که چگونه این موقعیت دراماتیک تخیل شده رو ببینن تصویر شده در این فیلم و تشویقشون کنه که ادامه بدن به تماشای فیلم، اون هم در این دور زمونه که حال و حوصله آدم‌ها کم شده، همه چی فشرده شده و غیره. اما فیلم 7 روز که به زندگی شخصیت زن اصلیش یعنی یک فعال مدنی زندانی جمهوری اسلامیه چه نگاهی داره؟ امیر پوریا در سوالش از کارگردان فیلم برای این پادکست نوشته بود میشه گفت محور فیلم تردید یک مبارز در مهاجرت از ایرانه.
در حالی که ساخته شدن همین فیلم با مهاجرت بازیگر اصلیش ویشکا آسایش از ایران ممکن شده. علی صمدی احدی در جواب این سوال که نگاه خودش به موضوع مهاجرت فعالان اجتماعی یا حتی بازیگرا و کارگردانا چیه، به پادکست صدای کانون اینطور گفت: آقای پوریای عزیز، این پاسخ سوال اول شما این استنباط من نیستش، بلکه استنباط تاریخه. شما وقتی نگاه میکنین به تاریخ چند دهه گذشته ما میبینین که اکثر افرادی که از ایران خارج شدن آن ارتباطی رو که در ایران با جامعه داشتن نتونستن نگه دارن، چه برسه به فعالین جامعه مدنی که کارش رو اسمش هستش. یعنی باید با جامعه مدنی در ارتباط تنگاتنگ باشن و وقتی که اینها هزاران کیلومتر فاصله میگیرن، اکثریتشون و این تاریخ نشون داده اکثریتشون نمیتونن اون ارتباط رو نگه دارن و اون صدایی باشن که میخواستن باشن و در ایران بودن. این قضیه در مورد فیلمسازا هم مطرحه. یعنی شما وقتی به عنوان یک فیلمساز از ایران خارج میشین، کارتون بسیار سخت میشه. چرا؟ چون اون ارتباط رو ندارین و نمیتونین به این راحتی داستانی رو تعریف کنین که شاید بخواین در ایران تعریف بکنین. برای هنرپیشه‌ها خیلی مشکل تر میشه. هنرپیشه‌ای که میره به تبعید اصلا کارش بسیار مشکل میشه، چون زبان بلد نیست. با زبان، با اون ارتباطی رو که با عنوان هنرپیشه با زبان مادریش داره در خارج از کشور نداره. و اکثر فیلمسازای نامدار ما هم که به خارج رفتن، از آقای نادری گرفته، مخمل باف، بیضایی، کیارستمی، قبادی و اکثرشون نتونستن تو خارج از کشور کار کنن و اون کسایی که اسم و رسمی تونستن بگیرن اونهایی بودن که اینجا بزرگ شده بودن، اینجا ریشه دووندن یا اینجا به دنیا اومدن، مثل خانم ستراپی، آقای ریاحی، آقای عباسی. اینا همشون کوچیک بودن اینجا اومدن. یا خود من 12 سالم بود اومدم اینجا. ولی برای کسایی، افرادی که مثلا تو 5-6 سال گذشته اومدن، یک چالش خیلی بزرگیه که بتونن اینجا ریشه بدون، بتونن ارتباطات برقرار کنن، زبان رو یاد بگیرن، فهم کلمات رو، نه تنها فهم کلمات بلکه فهم معنای پشت معنای کلمات رو بتونن درک کنن و بتونن اون رو به تصویر بکشن. این راه ساده ای نیستش و به نظر من خیلی از فعالین حقوق بشری هستن که میگن ما نمیریم، ما میمونیم اینجا. جمهوری اسلامی خیلی بهشون میگه بریم، چرا موندین؟ شما اکثر این فعالینی که تو زندان بودن بپرسین میگن که برای بازجو به من میگفتش که برو تو، چرا موندی؟ مثلا بهت اجازه خروج میدی. به خاطر اینکه میدونن که وقتی که میرن بیرون کارشون بسیار سخت‌تر میشه. اما فیلم 7 روز که بخشایی از داستانش در ایران میگذره و بخشایش در یک روستای مرزی ترکیه، کجا و چطور فیلم برداری شده؟ از علی صمدی، کارگردان این فیلم، بشنویم. ما این فیلم رو در گرجستان ساختیم و حدود 12 کیلومتر از منطقه‌ای که روس‌ها دقیقاً اشغال کردن فیلم برداری کردیم و 25 روز فیلم برداری داشتیم برای این کار و یک گروهی داشتیم که به 7 زبان حرف می‌زدیم ما سر ست. یک گروه کاملا بین‌المللی بود که واقعا همشون سنگ تمام گذاشتن که بتونیم این فیلم رو بسازیم. دقیقاً به خاطر همین نکاتی که بالا گفتم، به خاطر اینکه من سالهای سال از ایران دور بودم، برای اجرای این کار نیاز داشتم به افرادی مثل خانم آسایش و دیگر همکارانمون که از ایران اومدن به یاری که اون اتمسفر و اون جوی که در ایران هستش رو برسونن و بتونن به ما کمک کنن که ما هرچه نزدیکتر به اون وضعیت جامعه ایران بشیم.
سینمای مستقل در مفهوم کنونیش، مفهومی که توی 4 شماره این پادکست به طور مشخص به تعریفش پرداختیم، مفهومی که برای همه الان ملموسه که تفاوت داره با اون چیزی که قبلا مطرح میشد. کسی تصور میکرد همین که تهیه کنندم صدا و سیما یا حوزه هنری یا چه میدونم بایاد سینمای فارابی یا مثلا سازمان اوج متعلق به سپاه پاسداران نیست دیگه، فیلم هم میشه به دلیل یه سرمایه جداگانه میشه مستقل. نه، سینمای مستقل در مفهوم کنونیش یعنی مستقل و جدا از حتی درخواست مجوز از نهادهای مثلا قانونگذار سینما مثل وزارت ارشاد و سازمان سینمایی، نه در محدوده صدور مجوز، حتی درخواست مجوز نکنه از اونها. این سینما بدیهی است که از زمان زن زندگی آزادی، از همون بدو تکوین و تکاملش، نمیتونست به طور کامل بی‌نقص و بدون هیچ نوع دستانداز و دردسری باشه. این دردسرها و دستاندازها به تدریج میتونن خودشون رو ترمیم بکنن، بازیابی بکنن و نیاز به نقد داره این سینما. بدیهیه که این نقد باید با درک شرایط این سینما شکل بگیره. شرایط رو الان به اون معنی توجیه قدیمی که میگه فیلمساز بیاد مشکلات تولیدیشو بگه، امکانات و بودجه کم داشتم و اینا، ما هم توی نقد مثلا پوان بالاتری بهش بدیم، یه جوری توجیهش بکنیم، نیست. مقصودم این بخش ماجرا نیست. مقصودم در نظر گرفتن شرایط این است که نگرش منتقد با اینی که سینمای مستقل به طور کامل از اون چارچوبای سانسوری در ایران گذر میکنه و اونا رو بعد از این همه دهه زیر پا میذاره، همسو باشه. یعنی فقط بر اثر نشستن بر این کرسی اعتراض داشتن و مخالفت با اون چیزی که بر ساخته سانسور توی ایران بوده، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بوده، منتقد میتونه بگیم به درستی بر کرسی نقد این نوع سینما نشسته. حالا درست از همین منظر نقد علی مصلح رو درباره فیلم 7 روز ساخته علی صمدی احدی میشنویم. فیلم 7 روز برای روایت داستان خودش و ایده های خودش در واقع زمان فیلم و زمان فیلمنامه رو به تقریبا 2 نیمه مساوی تقسیم کرده. ما در نیمه اول در واقع فرایندی و مسیری رو میبینیم که شخصیت اصلی فیلم در واقع به این نقطه میرسه که از ایران خارج بشه و من فکر میکنم که علی صمدی احدی به عنوان کارگردان سعی کرده در این نیمه اول که حدوداً 1 ساعت طول میکشه، علاوه بر دیالوگ ها، این حس و حال و تعلیق و هیجان رو با میزانسن هم القا بکنه. از این تمهیدات سینمایی به نظرم استفاده کرده برای اینکه ما رو به کاراکتر نزدیکتر بکنه و اون تجربه‌ای که داره از سر میگذرونه. و در نیمه دوم جایی که به هر حال میرسه به خانواده‌اش در اون سوی مرز، فیلم تقریباً به یک جور درام خانوادگی تبدیل میشه. این یک نقاط قوتی داره، یک نقاط ضعفی داره. من درباره نیمه دوم خیلی توضیح نمیدم به خاطر اینکه به هر حال میتونه داستان رو افشا بکنه و کسانی که صدای ما رو میشنون بهتره که فیلم رو تماشا بکنن. ولی در نهایت در اون نیمه دوم فیلمه که ما میبینیم اون تصمیمی که شخصیت اصلی باید بگیره اونجا در واقع ساخته و پرداخته میشه و با چالش‌های متفاوتی مواجه میشه. در واقع این تمهید 2 نیمه بودن یا 2 پاره بودن فیلم در این حال میتونه حسهای مختلفی یا اتمسفرهای مختلفی رو ایجاد بکنه و منتقل بکنه. از طرف دیگه میتونه یک گسست ایجاد بکنه برای تماشاگری که حالا در 1 ساعت اول یک توقعی درش ایجاد میشه و شاید میخواد اون حس هیجان، تعلیق و تحرک رو تا پایان حفظ بکنه. ولی به هر حال این انتخاب کارگردانه که خواسته این کار رو بکنه و در نهایت من فکر میکنم اون چیزی که شاید 7 روز رو متمایز میکنه از سایر فیلم هایی که به شکل زیرزمینی در ایران ساخته شدن بدون رعایت کردن اون قالب های ممیزی و سانسور جمهوری اسلامی، اینه که سعی میکنه از ظرفیت های قصه گویی استفاده بکنه. یعنی علاوه بر انتقال پیام، علاوه بر اینکه به هر حال موضوعی رو انتخاب کرده که ملتهبه، اما از ابزارها و ظرفیت‌های قصه‌گویی و در واقع خود بیان سینمایی استفاده کنه. همونطور که گفتم در نیمه اول با ایجاد هیجان و تحرک و در نیمه دوم با ایجاد در واقع گره‌ها و چالش‌هایی که در روابط بین شخصیت‌ها به وجود میاد.
نوبت بخش کتاب نماست. به انتخاب و به کوشش امیر عزتی، منتقد سینما، مترجم، مؤسس انتشارات و کتابخانه مجازی باشگاه ادبیات. بخش کتاب نما جاییه که سینما و ادبیات با هم تلاقی پیدا میکنن. کتاب نما. آقای امین خود شما هستین؟ خودمم. رئیس ما میخوان هر چه زودتر شما رو ببینن. رئیس شما کی باشه؟ وقتی ببینیم میشناسیشون. اگه نخوام ببینم چی؟ امر مهمی با شما دارم. چی هست قضیه؟ ما نمیدونیم، فقط میدونیم امر مهمی با شما دارم. رئیس ما گفتن هر جور شده شما رو خیلی مؤدبانه ببریم پیششون. خیلی مؤدبانه نمیام. میای. برو به رئیست بگو اگه کاری داره بیاد خدمتون، بندازیش بیرون. مؤدبانه. آره. بعد اون چه که شنیدید بخش کوتاهی از فیلم فیل در تاریکی ساخته نعمت حقیقی بود که وقتی در آذر ماه 1367 خبر ساخته شدنش در ماهنامه فیلم منتشر شد، امید و انتظار زیادی در بین دوستداران ادبیات و سینما به وجود آورد. هر دو گروه فکر می‌کردند بالاخره سینما ایران صاحب فیلم جنایی نوار بومی خواهد شد، آن هم با استفاده از اولین قصه قابل اعتنای این ژانر در ادبیات ایران. اما برخلاف وعده نعمت حقیقی که در پشت صحنه سمت کارگردان، فیلمنامه‌نویس، فیلمبردار و تهیه کننده رو داشت، فیل در تاریکی به جشنواره فجر اون سال نرسید و نیمه کاره ماند تا 15 سال بعد توسط عباس رافعی کامل شد و بی سر و صدا فقط در تلویزیون به نمایش در اومد و فراموش شد. حقیقی از فیلمبرداران پیشرو و صاحب سبک و ملقب به شاعر تصویر سینمای ایران بود. پیش از انقلاب 2 فیلم کوتاه کارگردانی کرده بود: بچه‌هایی که کار می‌کنند و سکه که جزء محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. سکه بر اساس قصه‌ای از آرتور شنیتسلر ساخته شده بود و بازتاب خوبی هم در بین تماشاگران کودک و نوجوان داشت. با این پیشینه و کار با فیلمسازانی مثل بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، امیر نادری و مسعود کیمیایی، انتظارها از حقیقی زیاد بود، اما عوامل زیادی دست به دست هم دادن تا سینمای ایران از اقتباسی خوب محروم بشه. رمان جنایی در ادبیات ایران کم سابقه نیست، اما اولین قدم جدی در 1333 با رمان رقص با خنجر نوشته احمد ناظرزاده کرمانی برداشته شده. بعدها نویسندگان زیادی در این زمینه و حتی زیر ژانرهای این گونه مثل پلیسی، کاراگاهی و حتی جاسوسی تبازبایی کردند و برخی مثل امیر عشیری با خلق سرگرد راوند در این گونه و شخصیت‌های دیگه‌ای مثل رامین در گونه جاسوسی خواننده‌های زیادی به دست آوردند. اما این نوشته‌ها بیشتر حادثه پردازی و هیجان آفرینی به قصد جلب مخاطب بود، نه خبری از شخصیت پردازی بود و نه نوآوری در حادثه پردازی و نه حتی نثری که در یاد خواننده بمونه و منتقدی رو تحریک به بررسی اثر کنه. اما انتشار فیل در تاریکی به شکل پاورقی در سال 1355 در مجله رستاخیز جوان نقطه‌ای بود برای تولد دوباره، یا بهتر بگم تولد نخستین و واقعی این گونه ادبی که متاسفانه با گذشت نزدیک به نیم قرن از انتشار اون همچنان مهمترین اثر ادبیات جنایی پلیسی ایرانی باقی مونده. وقتی جلال و نیکولا دم تعمیرگاه رسیدند، مسیب پوستین به دوش در مدخل دالان ایستاده بود و با پاسبان کشیک سیگار میکشیدند و حرف میزدند و منتظر بودند. پاسبان تا آنها را دید دست بالا زد. جلال گفت: چی شده مسیب؟ پاسبان پیش دوید. زودتر اگه مسیب جنبیده بود تو چنگم بودن قربان، تا من برسم اونا سر خیابون بودن. من سوت زدم محکم، همینطور که می اومدم قربان هی سوت میکشیدم و 7 تیر دستم بود. 2 تا تیر هوایی خالی کردم ولی اونا در رفتن. جلال رو به مسیب کرد: اصلا چطوری اومدن تو؟ و طرف مدخل راه افتاد. مسیب زیر پوستین تیک تیک میکرد: ما خواب بودیم آقا، یه صدایی اومد، گفتیم لابد تو خیابون یه خبری شده، از این پهلو به اون پهلو شدیم، بعد هول تو دلمون افتاد، خدایی بودا. اون وقت پوستین کشیدیم به دوشمون اومدیم بیرون. اون وقت دیدم تو تاریکی 2 نفر بلکه هم 3 نفر با ماشینا دارن ور میرن. من یواشکی ته دالون نگاه کردم، دیدم درو کشیدم بالا. اون وقت پریدم بیرون هوار زدم. جلال به در که همانطور نیمباز معلق بود نگاه کرد. قفل شکسته را از روی زمین برداشت و نشان نیکولا داد. نیکولا گفت: گامونم با گازنبوری چیزی بریدنش.
جلال امین شخصیت اصلی فیل در تاریکی گاراژداریه که برادرش حسین در آلمان تحصیل میکنه. حسین در بازگشت برای جلال یک اتومبیل بنز آخرین مدل میاره. گروهی تبهکار بدون اطلاع حسین در ماشینش هروئین جاسازی کردن و پس از ورود اتومبیل به ایران به دنبال اون هستن. نقشه اونها برای دزدیدن یا خرید ماشین از جلال امین موفقیت آمیز نیست. بنابراین حسین رو به گروگان میگیرند تا جلال اتومبیل رو به اونها تحویل بده. حوادث فیل در تاریکی در 8 روز از یک شنبه تا یک شنبه میگذره و کتاب به 8 قسمت تقسیم شده که روزهای اول صفحات کمتری رو به خودشون اختصاص دادن، بین 7 تا 9 صفحه، و با اوج گرفتن ماجراست که حجم قسمت‌ها بیشتر شده و ابتدا به 16 تا 18 صفحه افزایش پیدا میکنه و در 2 روز آخر به بالاترین حد خودش یعنی 24 و 37 صفحه میرسه. نوشتن و انتشار این قصه خود داستانی مفصل داره که هاشمی نژاد در کتاب راه ننوشته و دیگران در مقالات متعدد به اون پرداختن و من فقط به این اکتفا میکنم که بعد از انتشار اون در مجله رستاخیز جوان و هنگام انتشارش در سال 1158 توسط انتشارات زمان به دست ابوالحسن نجفی ویرایش شده و بار دوم تقریباً 40 سال بعد توسط خود هاشمی نژاد ویرایش شده و پیشگفتاری مفصل و خواندنی هم بر اون نوشته که نشر هرمس منتشرش کرده. چون فیلم بر اساس چاپ 1358 فیل در تاریکی ساخته شده، تمرکز من بر همین چاپه. خب آقای امین، بهتره بریم سر اصل مطلب. شما یه بنز 77 قهوه‌ای دارین که اونو تازه وارد کردین. درسته. من میخوام این بنز شما رو از شما بخرم، یعنی همین الان و همینجا. شما اون بنز رو دیدی؟ من ندیدم. اونی که باید ببینه دیده و پسندیده. چرا نباید فیلم رو دید و به خوندن کتاب بسنده کرد؟ فیل در تاریکی قابلیت‌های نمایشی جذابی داره، ولی نعمت حقیقی و عباس رافعی نتونستن در انتقال اونها به رسانه فیلم موفق عمل کنن. انتخاب بازیگران نامناسب، محدودیت در بازآفرینی زمان وقوع حوادث قصه، وجود سانسور دولتی که باعث کمرنگ شدن شخصیت زن قصه شد، دست بردن در دیالوگ‌های زیبای اون، نبود شناخت کافی درباره فیلم نوار، دوبله شدن فیلم و خیلی دلایل دیگه باعث تبدیل اثر به فیلم فارسی ضعیف شد. نعمت حقیقی تا زمان مرگش فیلم دیگه‌ای نساخت، اما هاشمی نژاد با نوشتن فیلمنامه راه و بیراه که سیامک شایقی اونو کارگردانی کرد، کوشید تا در دنیای سینما حضور داشته باشه. بعدها فیلمنامه‌های دیگه‌ای هم نوشت که به فیلم تبدیل نشد، از جمله نوشتن فیلمنامه‌ای بروزتر از فیل در تاریکی که از سرنوشت اون خبری در دست نیست. اما فیل در تاریکی به عنوان کتاب، رمانی خوشخوان دارای نثری حساب شده و شاعرانه که به دلیل درک روح زمانه واجد ارزش و سندیت اجتماعیه. هاشمی نژاد دلبسته ادبیات نوار آمریکایی بود و این دلبستگی رو با ترجمه رمانی از ریموند چندلر هم به نمایش گذاشت. فیل در تاریکی بسیاری از خصوصیات داستان‌های نوار آمریکایی رو داره، مثل شخصیت که ناخواسته درگیر حل معما میشه، زن افسونگر یا فن فاتال، و توجه به انگیزه‌های درونی شخصیت‌ها و تأثیر محیط و جامعه بر رفتار اونها. هاشمی نژاد این خصوصیت‌ها رو با فضا و گویش‌های متفاوت ایرانی طوری در هم آمیخته که هرگز لحن تصنعی به خودش نمیگیره. تصویر مخوفی هم که از تهران به دست میده یگانه است، شهری که تبهکارایی مثل گلباد به راحتی توش زندگی میکنن، اما شخصیت‌های پاک و بیگناهی مثل حسین و جلال در اون شانسی برای زندگی ندارن. برای همین رمان کوتاه فیل در تاریکی به مرور زمان قدر و قیمت بیشتری پیدا کرده. گفتگو. عبدالرضا کاهانی فیلمسازی که هر سینما دوست ایرانی دست کم فکر کنم از 2 دهه پیشون رو میشناسه دیگه. اون عبارت سینمای اجتماعی که برای هممون آشناست، در مورد کارنامه عبدالرضا کاهانی یه جلوه منحصر به فردی تقریبا پیدا میکنه، چون تا وقتی که ایران بود شاید تنها نمونه‌های کمیک سینمای اجتماعی رو در فیلم‌های او می‌دیدیم. کاهانی توی سالهای فیلمسازیش در ایران از سانسور ممیزی کم عذاب نکشید و در این حال اینم معروف بود. من خودم هم یکی دو بار از نزدیک شاهدش بودم که خیلی صریح، چه تلفنی چه رو در رو، با مدیران سانسور حرف میزد، دعواش میشد، به اصطلاح دهن به دهن میشد. حالا فیلم جدیدش مردشوی یا مردشور توی فستیوال ادینبورگ اسکاتلند به تلفظ خود بریتیشا ادینبرا پذیرفته شده که میدونید فراتر از یک فستیوال سینمایی، یک اتفاق فرهنگی خیلی فرامدرن توی بریتانیاست هر سال. و فیلم قبلیش که از همین 2-3 روز پیش توی اپل تیوی
استریم شده. اون فیلم هم پارسال در همین فستیوال ادینبورگ حضور داشت. اسم این فیلم قبلیه رو که بشنوین احتمال میدین که داره دو زمینه فیلم اجتماعی معاصر و کمدی ابسورد رو کنار هم میشونه، یعنی درست مثل فیلم هایی که کاهانی در دوران فعالیتش توی سینمای دهه‌های 80 و 90 ایران میساخت. زیارتگاه اسم فیلمشه ولی قصهش تو کانادا میگذره. خب چجوری زیارتگاه تو کانادا؟ در صحبت‌های من با عبدالرضا کاهانی توضیحشو بشنویم. یه سوالی ازتون دارم. به این فکر کردی که همین امامزاده خیلی جای شغله؟ درد که فهمیدی کمک میکنی، درد که نفهمیدی کمک نمیکنی. شما چه مبلغی میخواییم بندازین تو؟ $20. اصلا این چه کاریه که شروع کردی قربونت برم؟ یه موقعی در تهران گپ می‌زدیم، الان تو در مونترئالی، من در پراگ و می‌خوایم درباره فیلمی حرف بزنیم به نام اشراین، زیارتگاه، که پارسال ساختی. پارسال 2024 افتتاحیه‌اش در فستیوال ادینبورگ اسکاتلند بود. چیزی که الان برای من جالبه و برای مخاطبان ما اینه که این فیلم دیگه یه مفهوم خیلی عجیبی از سینمای مستقله، یعنی مستقل تا جایی که یه کارگردانی خودش فیلم برداری کرده، خودش تدوین کرده، خودش صدا برداری کرده. حتی فکر میکنی که چقدرش به این برمیگرده که تو داری بیرون از ایران فیلم میسازی؟ به نظرم اگه ایرانم بودم این کار رو میکردم با تکنولوژی جدید، چون فرق کرده موبایل ها با حتی موبایل های 3-4 سال پیش. امکانی که بهت میده برای فیلم های مدل ما که تصویر آنچنان در اولویت نیست و بیشتر سوژه مهمه و آدم ها مهمن و فیلم های اساساً ارزانیه، حتی در صورت وجود سرمایه فیلم های گرونی نیست، برای همین نیازی واقعاً به باجت های گنده نداره. حالا من داستانم کمی پیچیده ترم هست به خاطر اینکه خب من چندین فیلم در جاهای مختلف غیر از ایران با گروه های بزرگ ساختم. راستش من خسته شدم امیر جان از اینکه با احترام به همه عوامل و تیم ها و دوستانی که باشون کار کردم، منظورم همشون نیست واقعیت، ولی اینکه تلاش کنم همیشه سرمایه‌ای فراهم کنم که اون سرمایه رو اختصاص بدم به جای خواب آدم‌ها، به غذای آدم‌ها، به نگرانی‌های ترانسپورتیشن و رفت و آمد و بعد بیان سر صحنه و خیلی از کاراشون رو مجبور باشم خودم انجام بدم. یه جایی احساس کردم که خب چرا اصلا خودم همه این کارا رو انجام ندم. دیدم میتونم هر فکری که دارم، هر داستانی که دوست دارم بلافاصله شروع کنم به ساختن. اونجا بود که احساس کردم فرقی بین من و مردم نیست، یعنی اون چیزی که مردم دارن منم دارم. بعد لذت می‌بردم، آدم‌ها دورم جمع نمی‌شدن مثل گروه‌های فیلم برداری با سینه موبیل‌های بسیار در کنار خیابون و اینور اونور. دیدم مثل مردمم، یعنی اونجا برام سینما مهمتر شد. بعد تازه احساس میکردم که چقدر ما مثل همین، منم باید مثل مردم از خونه بزنم بیرون بدون که کسی بیاد دنبالم، سوار اتوبوس مترو بشم، برم جایی و شروع کنم از اون چیزی که دوست دارم فیلم برداری کردن. ببین همه اون چیزی که تو داری میگی یک انتخاب درباره نوع فیلمسازی و در این حال نوع حضور انسانی سر صحنه، از اون صبح که از خونه میای بیرون و ساده و راحت کار کردن. ولی اینجوری در نظر بگیر که تمام اینها برای بچهای جوانی که در ایران، من فکر میکنم هیم واقعا همین شاید از مثلا زمانی که من و تو قرار این صحبت رو گذاشتیم تا الان تعداد چندتایی بهشون اضافه شده که میخوان راحت و متاسفانه مخفیانه فیلم بسازن در ایران. یعنی در شرایطی که گرفتن مجوز مصادف میشه با حذف انبوهی از فکرها و موضوعها و همچنین اومدن حجاب و نبودن تماس بین زن و مرد و راحت و واقعی حرف نزدن. الان واقعا این شیوه های تک نفره، شیوه های موبایلی براشون میشه یه راه نجات. به نظرم دیگه من که واقعا دوست دارم با صدای بلند، که اینجا نمیشه با صدای بلند گفت ولی شما فرض کنید با صدای بلند داره گفته میشه، که بگم بس کنید دیگه، واقعا خنده آور و اصلا جوک و یعنی یه زمانی ارزش
جنگیدن و اینکه فکر بکنی و اینا که چیکار کنم و اینا مثلا خب منطقی بود. الان که دیگه واقعا هر دو طرف واقعا باید بس کنن دیگه، هم سینماگرایی که همچنان دارن با سیستم مجوزهای حکومتی فیلم میسازن و هم خود حاکمیت که همچنان سعی داره دیگه با این گستردگی تکنولوژی و امکانات سناریوی ملت رو بخونن و جای اونا فکر کنن، جای اونا تصمیم بگیرن، که خیلی هاشون هم خود اهالی سینما متاسفانه. بزن این سیستم کهنه‌ای که سالهای سال پیش کیارستمی مرحوم گفتش که کهنه است، از اون زمانی که ایشون گفته بود کهنه است یه 30-40 سالی باز داره میگذره و همچنان این بحث وجود داره که چه باید کرد. معلومه که من کارهایی که خودم امیر جان نکردم و هیچ وقت به دیگران توصیه نمی کنم، از راه دور به خصوص که این کارو بکنید، اما کارهایی که خودم کردم لااقل اونا رو میتونم توصیه کنم. این که بابا نکنید دیگه این کارا رو، واقعا زشته دیگه. مثلا وقتی مردم در خیابان‌ها دارن شکل دیگه ای زندگی میکنن، روسری ها رو بر میدارن، بهتره بگم آزادانه زندگی میکنن، و بعد باز باید برن فیلمایی رو ببینن که همون آدم ها روسری دارن و همون خیابون رو بهشون یه شکل دیگه نشون همون خیابون رو یه شکل دیگه میخوام بهش نشون بدن. دیگه واقعا خیلی زشت و غیر قابل تحمله و من فکر میکنم که دیگه یواش یواش بساطش من فکر میکنم برچیده شده از اساس. میخوام بیام مستقیم سر خود فیلم زیارتگاه. در یه خلاصه داستان مختصری که ازش میگم در حقیقت سوالم هم هست. فیلم زیارتگاه درباره مردی است که در کانادا زندگی میکنه، شغلهای پرزحمتی داره ولی در عین حال به نظر میرسه که خیلی شرایط زندگیش به دلیل تعدد این کارها بد نیست، ولی به این فکر میفته که یک زیارتگاه سیار برای این همه ایرانی ساکن در کانادا، حالا اون شهری که هست تورنتوه، مونترال، در مونترال اینو به راه بندازه با ماشینی تقریبا ونی که داره. این قصه که تا اینجا میگیم ممکنه به نظر تماشاگر خیلی کمیک بیاد، مثل قصه خیلی از فیلم‌های تو، ولی فیلم زیارتگاه الان که دارم راجبش حرف میزنم به اندازه این خلاصه داستان کمدی نیست. یکم باید با فضای کانادا و ایرانیان کانادا آشنا بود، به دلیل جمعیت زیادی که ایرانیان دارن در شهرهای مختلف اینجا. یک ایران بزرگی در دل کانادای بزرگ با این وسعتی که داره شکل گرفته و شما خیلی از اون آدم هایی که مدل های مختلف در اطرافتون بودن در ایران رو اینجا هم میبینید. فرق داره با اروپایی که مدل ایرانی هاش تقریبا با هم یک دستن. برای همین تمام اون نیازها و احساسهای کشور خودمون در اینجا دیده میشه. این در واقع مال زمانیه که خودم درگیر یک بحرانی بودم که چرا آدم‌ها اینقدر همدیگر رو به راستگویی تشویق میکنن ولی دروغ میگن، و احساس کردم که همونطور که حیوانات یک ویژگی هایی دارن برای دفاع از خودشون، احساس کردم یک ویژگیه برای انسان ها دروغ گفتن، یعنی یه جوری نجاتشون میده از خیلی لحظات. اینو ترکیبش کردم با مذهب که نوعی تظاهر هم با خودش به همراه میاره، به خصوص در جامعه ما، و تظاهر نوعی دروغگویی پدید میاره. احساس کردم ترکیب این میتونه داستان جالبی بشه که هم خودم رو از نظر روحی ارضا کنه، هم بتونه یک لحظات مفرحی که در دلش تلخی وجود داره برای تماشاگر به وجود بیاره. اونجا بود که احساس کردم این شخصیت اصلی فیلم که دنبال یک کار راحت میگرده مثل کار آخوندا، تصمیم میگیره که یه حرمی درست کنه برای این دوستانی که اینقدر علاقه دارن برن، و یه دفعه گیر میکنه بین اون تظاهرها و پول در آوردن و در نیاوردن و در واقع بخش اصلی فیلم از اینجا برای من شروع میشه که این آدم رفته رفته تبدیل به یک
حیوان میشه، یعنی آرام آرام روحیاتش تغییر میکنه. خیلی برام جالب بود که در دل یک فیلمی که خیلی به مستند شبیه، حتی طراحی صحنه، حتی نوع فیلم برداری، حتی نوع بازی، گاه اشتباه هنرپیشه ها که من استقبال میکردم ازش چون ما رو به زندگی واقعی میچسبونه، دوست می‌داشتم که یه فضایی بر این ساخته مستند حاکم بشه، مثلا کرگدن اوژن یونسکو که آدما یواش یواش لااقل شخصیت اصلی احساس کنه که دیگه انسان نیست و دوست داره با حیوانات باشه، چون اونها رو موجودات صادقتری، راستگوتری میدونه. یکم از روند رسیدن فیلم به این استریم شدن در اپل تیوی برامون بگو. من البته بعد از اینکه فیلم خودم پذیرفته شد برای نمایش روی این پلتفرم اپل تیوی، متوجه شدم که فیلم هایی از آقای پناهی، رسولوف قبلا بوده، 5-6 فیلم ایرانی بوده. خب اپل تیوی، دسترسی به اپل تیوی برای جمعیت بیرون از ایران خیلی راحته، درصد زیادی این پلتفرمو دارن روی تلویزیون ها. من خوشحالم که این فیلم که یه فیلم تستی بود اول، امیر جان اینو دوست داشتم بگم. اول میخواستم تست کنم که اصلا میشه اصلا ساخت با موبایل بدون کمک، به تنهایی. بعد اگر خوب بود فیلمو بدم بیرون. و حتی اولین فستیوالی که فیلمو دادم که همین ادینبرا باشه، تیتراژو نفرستادم که اونها در واقع با قضاوت فیلمو نبینن. یعنی یه فیلمی فرستادم که بدون تیتراژ بود، فقط اسم خودم بود و اسم فیلم. و خب اونا بعد از اینکه فهمیدن فیلمو پسندیدن و دعوت کردن و بعد از اینکه فهمیدن فیلمو به تنهایی ساختم، خیلی بیشتر براشون جالب شد و برای همین این فیلم جدیدمو که باز با همون روش ساختم پذیرفتن. دلیلش هم منم دوست داشتم مرده‌شور. بله منم دوست داشتم باشه فیلم در اونجا، به خاطر اینکه یه جوری خودشونو کاشف این نوع سینما میدونن. حالا باید یه ذره بیشتر آدم از فستیوال ادینبرا اطلاع و اون ابعاد هنری فراتر از سینماش. بله برای همین فیلم افتاد توی یه پروسه‌ای از طریق خب حضور در این فستیوال که حالا فستیوال‌های دیگه‌ای هم به کمک اومد و چند تا فستیوال رفت و در نهایت از طریق دیستریبیوتری، پخش کننده‌ای که در مونتریال هست و فیلمو دوست داشت، این فیلم معرفی شد به اپل تیوی و اونها بعد از اینکه فیلمو دیدن پسندیدن که این فیلم به دلیل ویژگی‌های متفاوتی که داره از نوع ساخت، اجرا و همین تک نفره بودنش، احساس کردن که میتونه تماشاگرانی روی اپل تیوی پیدا کنه در کنار اون فیلم‌های پرزرق و برق. و خب واقعا صادقانه از خودم راضیم که این کار کردم امیر جان، و گاهی فکر میکنم به خودم میبالم که تصمیم گرفتم این کار شجاعانه رو بکنم و کردم. الان راستش دیگه فیلمایی که خیلی گروه بزرگ باشه و اینا خوشحالم نمیکنه، چون دیگه اضافه شدن یک فیلم به کارنامه‌ام خیلی هیجان انگیز نیست، مثلا 17 تا میشه 18 تا. اینکه چه چیزی دارم اضافه میکنم و کشف تجربه تازه‌ای میکنی، اون منو بیشتر خوشحال میکنه. برای همین خیلی خوشحالم که این فیلمو ساختم و یک راهی پیدا کردم که میتونم الان کتابشو بنویسم، سینمای تک نفره. و حتی بعضی دوستان دنبال این هستن که خودم واقعا بلد نیستم از کدوم راه برم، ولی معتقدن که باید اینو ثبت جهانی کرد، اگرچه واقعا برام مهم نیست که اگر بود راهشو تا الان پیدا کرده بودم.
بعد از جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی، میزان تاثیر این اتفاق بر زیست هر ایرانی باعث شد که کانون فیلمسازان مستقل ایران یا ایفما، یعنی تولید کننده این برنامه، یه مسابقه فیلمنامه‌نویسی با موضوع شب‌ها و روزهای جنگ برگزار کنه. با هم بخشایی از متن فراخوان این مسابقه رو بشنویم. مسابقه‌ای که حضور شما بهش معنی میبخشه. فقط حضور شما که هم سینما و هم ایران رو دوست دارید و میدونید بدون استقلال هیچ کدومش معنا نداره. فراخوان مسابقه فیلمنامه‌نویسی ایفما با عنوان آن 12 روز. آن 12 روز دعوتی است برای تمامی فیلمنامه‌نویسان مستقل که دغدغه روایت حقیقت را دارند تا با داستان‌های خود صدایی باشند در ستایش انسانیت، حق زیستن و آرزوی آزادی و با قلم‌های خود سلاحی باشند که تاریکی را می‌شکافد و در برابر ظلم، فراموشی و تحریف ایستادگی می‌کند. درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی و حمله نظامی اسرائیل به ایران در بهار 1404 و 12 روز جنگ. روزهایی که لحظاتی تاریخی و تکان دهنده را در حافظه جمعی ما ثبت کرد. آن 12 روز فراتر از یک رویداد سیاسی یا نظامی، تجربه انسانی و ژرف را نمایان کرد. ما باور داریم که ثبت این وقایع نه تنها وظیفه‌ای تاریخی بلکه ضرورتی انسانی و هنری است. این مسابقه فرصتی است برای تبدیل یک تجربه جمعی به روایت‌های فردی، خلاقانه و بدور از هر گونه سانسور. بازتابی از آن 12 روز چه به طور مستقیم و چه از زاویه‌ای نمادین در قالب فیلمنامه. از فیلمنامه نویسان افغانستانی که تجربه آن 12 روز را داشتند نیز دعوت می شود تا فیلمنامه‌های خود را ارسال کنند. به 5 اثر برگزیده هر کدام 100 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کانون فیلمسازان مستقل ایران به نشانی ifma.org سر بزنید یا با برگزار کنندگان مسابقه از طریق آدرس ایمیل 12roz@ifma.net در تماس باشید. در جایگاه پایان بخش قسمت 35 بخش قاصدک رو میشنویم. بخشی که هدفش یاد کردن از روزها و کوشش‌ها و سختی‌های جنبش زن زندگی آزادیه. قاصدک. اسمش گاز اشک‌آور بود، اما تا مرز خفگی پیش می رفتیم. نفس کشیدن یهو می شد سخت ترین اتفاق دنیا. وسط خیابونی که حالا دست ما بود، آدمایی که بعد ما رسیده بودن شده بودن امدادگر. یه دختر جوون داد زد یا آتیش درست کنید، یا آتیش بزرگ. چند نفر به اطراف رفتن و هرچی دم دستشون بود جمع کردن. جمع شدیم دور آتیش. حالا میتونستیم نفس بکشیم. اما هنوز انگار همه چی از پشت پرده حریر میدیدم. همون دختر جوان اومد یه بطری آب بهم داد. خوبی؟ آره، ولی هنوز نمیتونم ببینم. یه سیگار روشن کرد و شروع کرد به فوت کردن تو چشمام. و بعد فکر کنم بهتر شدم. چند نفر داشتن تلاش میکردن دو طرف خیابون رو ببندن. رفتم کمکشون. احساس میکردم یه نگاه روم سنگینی میکنه. سرم آوردم بالا. یه پسر نوجوان داشت نگاه میکرد. قیافش؟ آره هنوز یادمه. موهای کوتاهی که حالتی نداشت، چشای ریز و گونه های بر اومده. دید دارم نگاش میکنم و یه لبخند زد. من این روزا آدمای زیادی رو دیدم که بهم لبخند میزنن. آدمایی که وقتی میبیننم بدون اون حجاب لعنتی اجباری با خنده هاشون با زدن به شونم دلمو گرم میکردن. ولی اون پسر
خندش کریه بود. الان که بهش فکر میکنم حتی ترس داشت. ترس رو میفهمیدم چون خودمم میترسیدم. آخه هر شب چند نفرمون کم میشدن و ما میدونستیم گیر افتادن. دیر یا زود شاید نوبت ما هم میرسید. اما هیچ کدوممون خسته نمیشدیم. وقتی دنبال آزادی هستی خستگی معنایی نداره. ما دنبال آزادی بودیم. یه حجاب کمترین حقمون بود. ما دنبال زندگی بودیم که ازمون دزدیده بودن. پسر از نگاهم که فکر میکنم پر از شک بود دور شد، ولی خندش هنوز وقتی چشامو میبندم میبینمش. خیابون بسته شد. دلشوره همه وجودمو گرفته بود. نمیدونستم چرا. اون خنده خیلی نشونه خوبی نبود. سعی کردم تو اون جمعیت اون پسر رو پیدا کنم. شعارها شروع شد. نترسید، ما همه با هم هستیم. دلم میخواست نترسم. داد زدم ما نباید بترسیم، ما همو داریم، همه بچه‌های ایرانیم، اونا باید بترسن. خیابون شلوغ شد. صدای شلیک بود و ماشینای زرهی و موتور. دستامون رو به هم دادیم و به سمتشون رفتیم. داد زدم بترسید، ما همه با هم هستیم. و ترسیده بودن و عقب میرفتن. سرمست از این عقب نشینی صدای هلهله و شادی بود. حرکت کردیم به سمت خیابون اصلی. عقب موندم از جمعیت. نگاهم به گربه‌ای بود که فکر کنم بی‌نوا بی‌نصیب نمونده بود از اشکاور. بغلش کردم و پیچیدم توی کوچه و گذاشتمش تو فضای سبز. خواستم برم پیش بقیه. برگشتم. اون پسر اونجا بود با یه ماشین و مامورای یگان. اومدم فرار کنم. لباسم از پشت کشید. خوردم زمین و بعد کشون منو برد سمت ماشین. دیگه دلشوره نداشتم. تو ماشین که نشستم نگاهم به گربه افتاد که گیج بود. خودم هم مثل اون بودم و بعد یادم افتاد مامان منتظر و شاید دیگه هیچ وقت نبینمش. اون روزا خیلیا که میرفتن تو خیابون و دستگیر میشدن دیگه بر نمیگشتن، شاید منم. و سعی کردم آخرین تصویر از آزادی رو ثبت کنم. در باز شده یه دستی فرود اومد رو صورتم. سرمو بالا آوردم. یه پیرمرد شروع کرد به زدن و نفرین کردنم. یکی از اون مامورا فکر کنم درجهش بالاتر بود. خودشو به ماشین رسود. پیرمرد و عقب کشید. چی کار میکنی پدر جان؟ این دختر احمق منه. امروز به مادرش گفته میرم و من که فهمیدم اومدم تک تک خیابونا رو دنبالش. پسرم ببخشش به من. و بعد با دست زد تو سرم. نمیدونستم چه خبره. پیرمرد برگشت به سمت مامور. دستتو میبوسم پسرم، به پات میافتم، بذار ببرمش، خودم آدمش میکنم. و دوباره شروع کرد به دعوا با من. یادم نمیاد چی شد بعدش. فقط یادم دستم تو دست پیرمرد بود و منو دنبال خودش میکشید و میزد. و اون پسر که حالا با کینه به هم نگاه میکرد. به چند تا خیابون اون طرفتر رسیدیم. به هم نگاه کرد. چشماش دنیای آرامش بود. بابا جان دردت که نگرفت. من پای فرار ندارم. میام که اگه بتونم کمکتون کنم. اگه اوضاع کشور و اینترنت و فیلتر شکن به یه ثبات نسبی رسید و تونستین این اپیزود رو بشنوین، پادکست صدای کانون رو به دوستان فرهنگیتون معرفی کنین. نظرتون رو برامون در کامنت های شبکه‌های اجتماعی و صفحه ایفما در اینستاگرام، یوتیوب یا کست باکس برامون بنویسین یا به همون ایمیل بزنین podcast@ifma.net. اجازه میخوام همکاران این بخش رو در اینجا بهتون معرفی کنم. امیر پوریا نویسنده و سردبیر، تهیه کننده کامران ملک مطیعی و من نسیم معصومی مجری این برنامه بودم. مرسی که همراه ما بودین، مرسی که صدای کانون رو شنیدین.